درود بر شما دوستان و همراهان عزیز. به کانال حکایات و مکافات خوش آمدید. امیدوارم در هر کجا که هستید تنتون سالم و دلتون خوش باشه. حکایت امشب رو براتون بیان میکنم. در اواسط دهه 1360 هجری شمسی، خرداد ماه 1366 تقریبا، گزارشی میشه به کلانتری مبنی بر خودکشی یک خانم 19-20 ساله در قرچک ورامین، یکی از شهرهای استان تهران، و پلیس مراجعه میکنه و میبینن بله خانمی خودش رو در زیرزمین منزل خودشون حلق‌آویز کرده و خودش رو دار زده. پلیس شروع میکنه به تحقیقات و از در همسایه، والدین متوفا، آشنایان، دوستان، کسانی که مطلع بودن از جریان و گزارش اولیه رو تهیه میکنه. منتها از نظر پلیس محلی موضوعی خورده مشکوک نشون میده با توجه به اظهارات شوهرش و اینا. شوهر این خانم آقا شهریار 23-4 ساله و جوشکار هستن، شغلشون بوده. مرحومم اکرم خانم خدا بیامرز که عرض کردن 19-20 سال سن داشت، هر دو جوان. بعد از اینکه پلیس محلی موضوع رو مشکوک ارائه میده و شناسایی میکنه، پرونده به اداره پلیس آگاهی در تهران ارجاع میشه جهت تحقیقات تخصصی تر. اداره آگاهی تهران شروع میکنه تحقیقات رو و از همه کسانی که درگیر ماجرا بودن تحقیقات رو خب طبعا ادامه میده یا پیگیری میکنه به طور تخصصی و با سیمچین هایی که از آقا شهریار میکنن، شوهر مرحومه، و تناقضاتی که در پاسخها و صحبتها و فکت هایی که شهریار برای براءت از خودش ارائه میده برای پلیس آشکارتر میشه. نهایتا آقا شهریار نزد پلیس اقرار به قتل همسرش میکنه. خب پرونده ارجاع میشه به دادسرا و دادسرا هم سوالات رو که عیناً اداره پلیس کرده بود از آقا شهریار عیناً میکنه، تحقیقات رو میکنه برای اینکه مشکلی و خدای نکرده بیگناهی پایدار نره و اونجا هم آقا شهریار اقرار به قتل همسر میکنه. پرونده طبیعتاً به دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع میشه. دادگاه هم رسیدگی میکنه و همون تحقیقات و روند قضایی خودش رو طبق آیین دادرسی جلو میره. ولی یه نکته پیش میاد، آقا شهریار اقرار و اعتراف خودش رو نزد پلیس و نزد بازپرس پس میگیره و مدعی میشه که تحت فشار و تحت شکنجه روحی و روانی مجبور به اقرار و اعتراف به قتل همسرش شد. ولی دادگاه با علم و یقینی که براش حاصل شده بود قتل عمد رو رأی صادر میکنه و آقا شهریار رو به اتهام قتل عمد همسرش متهم و محکوم میکنه. به چی؟ به قصاص نفس به شرط رد نصف دیه کامله یک مرد از طرف اولیای دم به متهم. با این شرط حکم قصاص رو صادر میکنه. خب پرونده چون اونجایی که قصاص بوده، پرونده میره دیوان عالی کشور بابت تایید حکم قصاص. دیوان عالی کشور بررسی میکنه و 2 تا ایراد از توی این پرونده در میاد. اولین ایراد این که مدعی میشه که آقا گزارش پزشکی قانونی چنین عنوان شده که علت تامه مرگ رو حلق‌آویزگی یا داراویختگی اعلام میکنه و مشخص نمیکنه که آیا این علت تامه بوده یا قبلا مرگ حادث شده و بعد به دار آویخته. برای دیوان عالی کشور این موضوع در حالی از ابهام بود. دوم ایرادی که میگیره، میگه که بله از اون جایی که اقرار این آقا نزد دادگاه و نزد قاضی نبوده
نزد پلیس بوده، در حالت کره یا همون اکراه بوده، اجبار بوده و فاقد اراده آزاد در اقرار، لذا اقرار هم نمیتونه اینجا مستند حکم باشه. دو تا ایراد میگیره و این رو برمیگردونه به دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده حکم. دادگاه اولیه اینم عرض کنم که دیوان عالی کشور نهایتا میگه آقا چون دلایل یقین آور برای صدور حکم وجود نداشته با توضیحاتی که عرض کردم و دلایل ظنیه، قرائن و امارات ظنیه، اینو بعدا توضیح خواهم داد خدمتتون، باعث صدور حکم شده، لذا استعلام مجدد از پزشکی قانونی لازمه و دوم که مورد از موارد لوث و قسامه هست. این رو هم در پایان توضیح خواهم داد. و لذا پرونده رو برمیگردونه به دادگاه صادر کننده رأی. دادگاه صادر کننده رأی بر رأی اولیه خودش اصرار می‌ورزه و میگه خیر، بنده با یقین و علم قطعی خودم و رسیدن به این موضوع با قطعیت رأی دادم، نه با شک و تردید، لذا هنوز بر حکم خودم هستم و این رو قتل عمد میدونم. خب پرونده میره در یک شعبه دیگری از دادگاه، ما اصطلاحاً بهش میگیم شعبه هم‌ارز، دادگاه کیفری 1 تهران، در یک شعبه هم‌ارز که از نظر مقام و مرتبت به قول خودمون و صلاحیت یکسان هستن. میره اونجا و اون شعبه هم بر نظر شعبه قبلی او هم اصرار می‌ورزه و میگه بله قتل عمد و یقینا هم قتل عمده و با دلایل قطعی است و بر پایه شک و تردید نیست. خب از اونجایی که این دوتا شعبه‌ای که پایین‌تر از دیوان عالی کشور هستند بر نظر خودشون اصرار می‌ورزند و مقام بالاتر که دیوان عالی کشور بوده نظرش با اینها مخالف بوده به شرحی که عرض کردم، لذا مورد رو از موارد طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور میدونن و موضوع در دیوان عالی کشور مطرح میشه و نهایتا دیوان عالی کشور هم عنوان میکنه کی دیگه شده سال 68 تقریبا مهر ماه 68 و دیوان عالی کشور هم نهایتا میپذیره آرا رو و اعلام میکنه که بله رأی اولیه دادگاه درست صادر شده و قصاص نفس به شرط رد نصف دیه کامله یک مرد از طرف اولیای دم به متهم. این رأی رو قطعی میکنن و میره برای اجرا. حالا نکاتی که ما اینجا باید بدونیم در رابطه با مرگ اکرم خانم خدا بیامرز و این سیر جریان دادرسی این است که عرض کردم اون دیوان عالی کشور عنوان کرد که مورد از موارد لوث و قسامه هست. حالا لوث چیه؟ لوث این است که وجود به این حالتی است که وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوی ارتکاب جنایت از سوی متهم میشه. منظورم این است که یه سری نشانه ها، قرینه ها قاضی رو میبره به این سمت که این جرم محقق شده. دلایل مستندات متقنی برای قاضی وجود نداره. اگر در این حالت باشه میگن مورد از موارد لوث. و قسامه چیه؟ قسامه سوگندها یا همون قسم‌هایی است که در خصوص فقدان ادله دیگری در این صورت اگر باشه شاکی برای اثبات اون ارتکاب جنایت از سوی متهم اقامه میکنه اون قسم‌ها رو و در مقابل قسامه در خصوص متهم هم قسم‌ها و سوگندهایی است که متهم برای دفاع از خودش و رفع اون اتهام اقامه میکنه و این قسم‌ها به چه شکله؟ نصابش 50 قسم هست. 50 قسم باید اقامه بشه، خورده بشه توسط دوستان و آشنایان اقامه کننده قسامه که همه باید مرد باشند. یعنی به این شکل اگر اقامه بشه میشه قسامه. در چه مواردی هم قسامه پیاده میشه؟ در مواردی که موضوع لوث باشه. لوث هم که عرض کردیم درش.
حالا موضوع دیگر این که دیه زن نصف دیه مرد هست. در خصوص این اتفاق موقعی که دادگاه رأی داد، عرض کردم با اون شرط که نصف دیه رو بعد اولیای دم بدن، حالا الان باید اولیای دم اگر میخوان شهریار رو اعدام قصاص بکنن یا همون اعدام بکنن، باید نصف خونبه های نصف دیه آقا شهریار رو خانواده اکرم خانوم باید بدن به آقا شهریار و سپس شهریار رو قصاص بکن. حالا جالبتر آن که اگر نداشته باشند این پول رو چی؟ لاجرم میبایستی قبول بکنن دیه اون مقتول رو و طبعا از قصاص باید صرف نظر بکنن و در این شکل متهم چند سالی فقط بابت جنبه عمومی جرم در زندان سپری خواهد کرد و قصاص نخواهد شد در این شکل. اون مورد دیگه هم که در رأی بود این بود که نوشته بودند که امارات علت تامه مرگ مقتوله امارات ظنیه وجود داره. منظور همون نشانه هایی است که بر پایه شک و تردید هست. در مقابلش میگن امارات و قرینه های قطعیه که در قطعیه هیچ رأی صادر میشه. قطعی همون طور که اون دوتا دادگاه مدعی بودن که بر اساس قرینه ها اسناد و دلایل قطعیه رأی دادن. دیوان عالی کشور میگفتش که خیر، از نظر من بر اساس قرینه ها و امارات ظنیه است که مورد رو لوس دونست و گفت باید قسامه اجرا بشه که اون دوتا دادگاه پافشاری کردن، اصرار کردن و نهایتاً دیوان عالی کشور با توجه به اون اقرارها و نحوه ارائه اون مطالب نزد بازپرس و پلیس نهایتاً پذیرفت که این قتل عمد بوده. و به چه شکل بوده قتل؟ اینکه آقا شهریار همسرش رو متهم میکنه به اینکه تو به من خیانت کردی با یکی از دوستان خانوادگی من و او رو در زیر زمین خانه اول خفه میکنه و سپس حلق‌آویز میکنه که دیوان عالی کشور هم عرض کردم شک کرده بود که آقا پزشکی قانونی باید صراحتاً اعلام بکنه که آقا این رو خفه کردن با چیزی به غیر از طناب و بعد سپس نعش او رو حلق‌آویز کردند یا نه در حالت زنده بودن اکرم خانم حلق‌آویز شده. که خاطرم اینو یادم بفرض کنم خدمتتون که اون دادگاهی که دادگاه دوم که بعد از که دیوان کشور پرونده برگشت شروع کرد به تحقیقات، یک بار دیگه جلسه گذاشت و استعلامات مجددی از پزشکی قانونی کرد. خانواده مقتول رو خواست، وکیل متهم، خود متهم، و اونجا پزشکی قانونی در استعلام‌های مجدد این موردی رو که عرض کردم درش صحیح گذاشته بود که نهایتاً دیوان عالی کشور در هیئت عمومی با توجه به استعلامایی که عرض کردم و با توجه به نحوه اقاریر همون اقرارهای آقا شهریار رأی قصاص نفس رو تایید کرد. یه نکته دیگری هم خواستم عرض کنم خدمت شما دوستان و این است که نمیخوام وارد بحث روانشناسی بشم، ولی در آنچه که یاد گرفتم در این چند سال این است که خواهشاً دوستان خانوادگی خود رو بشناسید. حریم و مرزها رو قاطی نکنید. مرز دوستی، مرز خانواده، اینها با هم ممزوج و با هم تداخل پیدا نکنه. خواهش میکنم به جنبه دوستتون توجه بکنید، به جنبه خودتون توجه بکنید، به جنبه همسرتون توجه بکنید. خواهش میکنم به مؤمن بودن دوستتون توجه بکنید. نمیگم ایمانی که مصطلح هست همه، خیر، به یک تیکه چوب، به یک سنگ مؤمن باشه، ولی مؤمن باشه به همون سنگ. خیالتون راحت باشه که به یه چیزی ایمان داره، همسرتون به یه چیزی ایمان داره و مؤمنه بر آن چیزی که ایمان داره مؤمنه. خواهش میکنم دقت بفرمایید. جشن‌های دوستان، شب نشینی خانوادگی، جمع شدن‌های دوستانه، حریم خانواده رو با حریم دوستی
قاطی نکنید مگر آنکه اون مواردی که عرض کردم رو مطلقاً و مطمئناً ایمان داشته باشید که اینا درسته و جنبه وجود داره، اون ایمان هم وجود داره. در غیر صورت خواهش میکنم این کارها رو نکنید. حریم ها مرزها رو حفظ نگه دارید. امیدوارم که مفید به فایده باشین براتون این داستان. خواهش میکنم که اگر مفید به فایده بوده لطفاً لایک رو بزنید، ما رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم فشار بدید. به ما کمک بکنید در اطلاع رسانی هرچه بیشتر به دیگران. خیلی ممنونم. شما رو به حق می سپارم. خدا نگهدار.